سربازان گارد ملی اوکراین در مراسم دفن دو همیارق خود شرکت کردند. این دو سرباز از جراحت‌های برداشته‌شان در نتیجه ترکش نارنجک در یک اعتراض خشونت‌آمیز در روز 31 اوگوست جان باختند. در بین مردمی که در مراسم دفن این دو سرباز در کنار کیف شرکت داشت، وکیلان پارلمان اوکراین هم بودند. بر اثر ترکش نارنجکی که به بین ازدحام پرداخته شد، در مجموع 3 سرباز گارد ملی هلاک و 10 تن زخمی شدند. یک عضو حزب قومگرای سوابودا با اتهام دست داشتن در این حمله دستگیر شده است. این ترکش در جریان اعتراض علیه طرح قانونی که به جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین مختاریت بیشتر می‌دهد رخ داد. ژورنالیستان افغان در کابل از سازمان‌های امدادرسان خواستند تا به حکومت افغانستان با طلب احترام بیشتر به آزادی مطبوعات فشار بیارند. نمایندگان سازمان ژورنالیستی موسوم به نی در نشست خبری گفتند که در 2 سال اخیر 10 نشریه در افغانستان بسته شدند. آنها مشکلات اقتصادی را دلیل اساسی بسته شدن نشریه‌ها خواندند، ولی گفتند دلیل دیگر کمبود پشتیبانی از سوی حکومت است. سازمان نی این نشست خبری را 2 روز قبل از انجمن کابل دعوت کرد. در این انجمن نمایندگان کشورهای امدادرسان تعهدات خود جهت رساندن یاری‌ها به افغانستان را بحث می‌کنند.